ассалому алейкум. با شما هستم خصوصیت بریلیانت و مستری شرکت اتمی. دوستان عزیز، یک چند نقطه را میخوام براتون نامبر کنم که ماست چی در شرکت اتمی در رجیستراسیا شدن در کار. یکم این رجیستراسیا در شرکت ما روی گونه گرچنده که به حد قینای در کاریسکا کاسمتیکا کاریسکا کمپانیا کار کردن، لیکن با وجود همین رجیستراسیا در شرکت اتمی روی گونه. دیگه آموزش بیپل در همه استراکتورهای ما، در همه گروپ‌های کاری ما. سیم скидка 10-15% همه محصولات در چهارم توفه از جانب شرکت هر هفته. پنجم هر هفته معاش میگیرن روزی سه شنبه. ششم هر ماه خرید نمیکنه، مجبور نیست که هر ماه خرید کنه. هفتم بینار در سیستم دو فقط رفتن میگیره، افتوبک آدم رجیستراسیا نمیکنه. هشتم لیشنی بال شما هیچ وقت نمیسوزه، تا آخر عمرتون چیز خرید کرده لیشنی بال میسته هموخه. نهم دو بار دیگه اگر شما مسترство گرفتین، звание گرفتین، دو بار دیگه هفتم و 20 число با پرمی از جانب شرکت میگیرین. دهم محصولات صفت عالی دسترسی شما میگرده. 11 سرتیفیکات حلال داره شرکت اتمی برای محصولاتی که ما شما دسترس میکنیم. 12 بیزنسی میراثی، یعنی که شما میتونید بیزنس فرزندتون را گذرانی بعد ختم، بعد فرزندتون با نبیره شما نیز بگذرانه. برای همکاری در شرکت اتمی برای رقمای ما بنویسیم، ما شما را میفهمونیم، مخلوطان شد رجیستراسیا میکنیم و همکاری